سلام دارم خدمت همه شما بزرگوارانی که امروز دعوت ما رو در مجموعه گروه خودروسازی سایپا پذیرفتید تا انشاءالله در کنار هم بتونیم یک ایونت یا یک رویداد خاطره انگیز رو داشته باشیم در حوزه هواداری خودروی کویک. بسم الله الرحمن الرحیم. حمید زارعی هستم، استان تهران. مشتاق زهربندیان هستم از کرج. محمد اصغرتوار هستم از استان تهران. علیرضا جلالیان هستم. صدیف بابایی هستم از استان تهران. مسافرتی که با این محصول انجام دادین، خودرو انجام دادین که براتون خاطره انگیز بوده، میتونین برامون تعریف کنین؟ خانسار، گلپایگان، نور، محمود آباد، آمول تقریبا شمال و غرب و جنوب و باش گشتم. روزی که ماشین گرفتم فردای اون روز رفتم استان یزد. خودم اصلا اصفهانی هستم، بیشتر تو شهر اصفهان رفتیم باهاش. آیا مجدد انتخابتون گروه سایپا خواهد بود؟ بله. علتشو میتونم بپرسم؟ چون که هم خدماتشون بهتره، هم علاوه کیفیت موتوری از خودروهای دیگه از نظر من بهتره. همونی که برای اولین بار صورت گرفت راضی بودیم؟ بله، بین بالاخره هم یک روزمون رو در کنار این عزیزان بودیم و از روز محترم از مجموعه شرکت هم بالاخره از نزدیک آشنا شدیم. از 0 تا 100 کارهایی که در یک شرکت خودروسازی انجام میشه، بالاخره حضور فیزیکی مشتریان هم توی مجموعه ها مفیده، مثمر ثمره. برای منم خیلی جذابیت داشتش، هم که معرفی کردم محصول RS چی داره، چه کارایی داره. من البته خودم فکر می‌کردم در واقع یه مسیر طولانی تری باشه، ولی خب داخل خود شرکت داره برگزار میشه. باز همین جذابیت خاصی داره که الان محوطه تولید خودرو رو دارم میبینم. خیلی ممنون از سایپا و شرکت پاسخگو که میزبان ما اینجا بودن.